بچهای گل، بنده دوباره دارم اینو باز چیز میکنم. به چه دلیل و چرا؟ چون خف شدم. بله. I will stop you چرت و پرت داره میگه، داره حرفای اضافه شدیدن اضافه میزنه. بله. الان نکن من نومون داشتم اینجا داشتم بازی میکردم، اینم کریتیو برای اینکه گویا چیز نشه. اما دیدم که اوبیس جان ماشاءالله عکس داشت مینداخت، ماشاءالله فیلم نمیگرفت و الان فشاری شدم از دستش و میزنه کرکت. الان پیسفولو که ولش ایزی و هست، نورمال زنده باد نورمال. هاردکور بخواه بزنیم هاردکور میزنیم. کورس فورجر ماشاءالله خیلی لگ داره، باگ داره، لگ میگم باگ داره. وای 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 جایی که متنفرم ازش اومدم. من باید برم اونجا نمیمونم. چنده؟ لفت لفت ترسم. من شما میترسید، نمیگم بهتون تا بگرخید. شاید هم اونجا فرق داشته باشه. شیدر دارم، فقط شیدرها چون که چیزا رو بعضی شیدرها تکچر خورشید و ماهو تغییر میده. والا من از چت جی پی تی پرسیدم، اینو بهم گفتش این پرفکتلیه، اینو بریزی با به جهنم ها. خودت مگه تنظیم نکردی زهر بشه. Let's just say the world starts. شروع شد. من مثلا بازی کلا الان شروع شده. اون موقع هوا بودم شروع شده. مثل موجودات فرازمینی من دیدم که ماشاءالله اندازه 70 سانتن. 70 سانت که نصف من میشه. ولی خب بکنم گنده تر نمیم. من غار فوبیا دارم. بلم صداهای گوسفند سیاه خودش قهوه‌ایه. سیاه بودم من از دستش فرار می‌کرد. چرخشه صدای پاشون اینقدر بدی. حالمو به هم میزنه. غذا میخوایم. تو این بازی ویلیج پیدا کنی بردی. من به دنبال گوش میدایی چرت و پرتش دیدم. یک گوسفند معلوم انسان یا حیوان میفته دنبال ما، بعد ما ازش فرار میکنیم، جوربه ها رو سلاخه میکنیم. بله جوربه ها سلاخه، پسرم سلاخه جوربه. چیز علامت ویلیجه، از اونایی که میفهمین چی بود اسمش؟ کدو حلوایی. کدو حلوایی میگه غذاست. هر جا کدو باشه یعنی ویلیج این نزدیکی هست، یا 1 کیلومتری مونه یا 2 متری مونه. خندیدیم. من آهنگم وای تو جنگله، وای وسط جنگل توی آفریقای شمالی نه جنوبیه. چرا؟ من ویلیج نمیبینم، پس میریم اینور. چون اینجا چیزایی که از این باز دیدم بدتر تو اونجا هم. چه صداهای اضافه میاد اصلا. بازی کرم داره ما رو بترسونه. سکته همون بده کم شد. طبیعت رو دوست داریم. طبیعت ما رو دوست
چند بارم OBS من قطع شده بوده قبلا ما روزی فهمیدم ولی اینم بکنم وسطاش اتفاق میخواد بیفته چون میخواد از آن وسطای خورشید بودیم شگفت اینقدر صدا پاشون بده آدم اصلا گاف گوسفنده ها هر موجودی که دیدم بدون اطلاع رسانی من صدا رو هم من هوشم باید کم کنم چون هر چیز گوش خراش شد فعلا نه ابر رو حرکت کنم ما دارم حرکت میکنیم ساعت دیواری من عزیزم رفته تو چرا بیداری خب بیاین درباره آینده چنل صحبت کنیم بنده اهورا هستم سلیمانی از قم اما ماشاءالله کرجی اصیل ایرانی بله اصیل ایرانی هستم بله ترک زنجان هستیم دعا کنید که موجودات سمی یا ویروسی نیاین به سراغتان و هشدار میدم اینو نصب نکنید آها بچه‌ها داریم میرسیم به میگن 3 بار اگه کل ولی واحد حمدو بخونیم کل قرآن خوندیم بسم الله الرحمن الرحیم قل والله احد الله الصمد 99 درصدش غلط خب الان من ذره میخوام بلندتر حرف بزنم چون که ویدیو قبلی صدام شبیه خرفت oops to my hide اگه دست قبلی ماه قرمز بود قرمز نیست ماه این شکلی نیست ماه تو ماینکرافت من به نورمون اونه که داریم با اون زنده بمونه اینجا چیه حالا اونجا میریم یه نگاه میکنیم بعدا البته قراره صبح شه ویدیو تموم شه چقدر لاوا پولیم جاست کنم این چیه اون ستارن ماه خوب من تو چرا بیداری من عزیزم رفته تو چرا بیداری ساعت دیواری من از تو رو خدا بچه‌هایم هر کی که همین زیر همین پست شماره‌شو رو بذاره یا آیدی اینستاگرام یا زهرمارشو بده بنده با چت میکنم و از این به بعد آنلاین اگه خواستیم بازی میکنیم من آنلاین نیستم من یه لازم شد آنلاین یه ذره پلی میدیم صبح شده پر ستاره ملخ بزن دوباره میریم کویر رو لوت میکنیم اونم مثل امروز وسطای خورشید یه اتفاقی میخواد برامون دوباره بازم بیفته و نمیگم بدون که براتون اسپویل نشه که البته شده شاید هم اون ورتر یادم رفت هم آخر شب بود یاد وسط نمیدونم یادم نیست فقط گفته باشم انتظار همه شد بیبی زامبی وای بیبی زامبی تو رو خود
بباشید عجق مجق در میارم. چرا اون آتیش اینو دو؟ آها این آتیش بگیر آها زدمت. آتیش گرفتید. هر کی آتیش نگیره فوش گذاشتم. هر کی آتیش نگیره فوش گذاشتم. گاو فوش گذاشتم. البته اونا حیوانن، اونا هیچ وقت نمیمیرن، بلکه من دارای فانی را بخوانم. حالا اینا رو ولش بابا، بس کن. چی اومد اهورایی؟ چی هم گفتم؟ بس کن که اهورایی چی شد؟ بچه از من نخواهی چیز ترسیم تست کنم. اینه دارم تست میکنم کم بوده فالووره. من همیشه چیزای ترسیم نمیذارم. آدمم، انسانم. انسان حرمت دارد، بنده هم دارم. چوب بزنیم. ویدیو کانتنت زد چنده؟ 5 داره میشه. ساعت بیداری، ساعت خوشحالی. انقدر خونم خودم سرم درد گرفت. منم احساس کنم چرا کنم همه چی کجه. اما صافه ها. برای اولین بار ماینکرافت کج است. راز مخفی متاکرافت. فقط حیف توی ماینکرافت بلاک آجر داریم، خود آجر رو نداریم. چرا ببینید خیلی بازی چیز داره. نظر من میکروفونم اونوری کنم استریو بشه. خیلی بازی چیز عوضیه، چون که احساس در خونمون اون طرف در اتاق من نه اوکی اتاق رواله انگاه خوشی بشه قراری برم. خوشیم اونجا خوشیم اینجا خوشیم اینجا خوشیم اینجا خوشیم. دست قبلم صبح همین موقع صبح همین موقع دقیقا صدا میومد. الانم فکر کنم میاد. الان شما میفهمید، من نمیفهمم. غذا رو بخورم صدای همسایه‌مون حاجی نکنه این بار عوضی بازی در نیار. چرا انقدر گنده؟ چرا همه چی انگار مثلا 100 سال پیشه، مال مثلا 400-500 ساله پیشه. خب هلمت رو سرمان میکنیم. الان اصلا کنم چیزی ترسناکی نداریم، بس F5 رو در میانیم و میریم اول شخص. چوسیش فقط بالاست. چند بار گفتم چوسی. آخ تو شب یلدای منی، دیونه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاد. راستی بچه ها 6 دی چون که تولد بنده است لایف نمیریم. ویلج بالاخره خدایا شکرت تو عشق آخرینی. اوکی خدایا مرسی تو عشق آخری. expecting local mile. همین میره. آره your end set text to your end is near found entity loading entity complete. بچه ها تازه شروع شد.
بالاخره ویلیج، خدایا شکرت، تو عشق آفرینی. اوکی اوکی اوکی. سلام بر ویلیجر نفهممان. سیو. چشم چشم، امر دیگه این از سیواست. چشم نجاتتون هم میدم. بله 100%. بزنم سی بزنم اونجا یه نداره. حاجی چرا اسپام پوینت هم ست کردیم که حالا امروز کلی اتفاق افتاد. همونجوری که خودتون میدید کلی اتفاق برای ما افتاد. همونجوری که دیدید چیز شدیم، عجب خلقتی شدیم، جامپسگر شدیم، یعنی خرشترک قشنگم ترسیدیم. بله خیلی من قشنگ ترسیدیم. البته من زیاد جامپسگر نشدم چون میدونستم اصلا بهم کیف نداد. واقعا راست میگم کیف نداد. امیدوارم به شما کیف داده باشه. بله این اولین صدا چیه؟ اسرائیل حمله کرد. حواس تو کلتون رو بگیرید. اسرائیل حمله کرد. اسرائیل حمله کرد. صدا چیه؟ چی داره میشکنه؟ انگار مثلا داریم میکنه چیزی رو. بیا تمومش کن که اسخر. اصلا نمیدونم چقدر گندم داریم، چقدر چیز بذاریم. کیف حالو میخوایم، عشق حالو میخوایم کنیم، عشق میخوایم کنیم، عشق. و بله بچه ها مرسی که تا به اینجا ویدیو رو دیدید. خیلی بهمون کیف داد. امیدوارم بی زودی ویدیوی دیگه هم براتون بذاریم. ای بابا لعنت بر این گزینه. ویندوز 10 داره و ویندوز 11 خیلی بهمون کیف داد. ویدیوی بعدی هم انشالله آینده است، به زودی می آید. و تا به آینده خدا نگهدار.